سلام خورترکان شیرین، درسی نوبتیمان را از روی کتاب الفبا آغاز می نماییم. حرفهای گذشته‌مان را تکرار می نماییم. اول صدانک ها را او، ا، ای، ا، او. اکنون هم صداهایی که ما گذاشته ایم آنها را تکرار می نماییم. ک، م، ش، س، ل، ر، خ، ز، ن. موضوع درسی امروزه ما حرفی و است. این حرفی و. حرفی و حرفی همصدا است. حرفی و در خط چنین نوشته می شود: وی کلان، وی خورد. وی کلان رو در تخته صنف می نویسیم. وی کلان، در تخته صنف می نویسیم. وی خورد، وی خورد چنین نوشته می شود. حرفی و در اول، مابین و آخر کلمه ها آمده می تواند. کلمه های زیرین با حرفی و سر می شوند: وطن، ورق، وخوری، ورزش، وقت. به رسم های زیرین نظر می اندازیم. این رسمی طاووس است. در کلمه طاووس حرفی و وجود دارد، یعنی که حرفی و در مابین همین کلمه جای گرفته است. طاووس از دو هجا عبارت از کلمه زیرین و 5 حرف دارد. حرفی سیومش حرفی و است. رسم دیگر رسمی گاو است. در کلمه گاو حرفی و در آخر کلمه می آید. از این خاطر خانه‌چه ما دارای دایره‌چه سرخ است و این دایره‌چه سرخ در آخر همین خانه‌چه آمده است. یعنی که در کلمه گاو چند حرف است؟ 3 حرف است. کنون بیایید کلمه های زیرین رو می خونیم. نو، 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 روز، روز، نوروز. ان، ان، ور، ور، انور. کو، و، و، کوه. آش، آش، نو، نو، آشنا. اکنون کلمه نوروز رو می نویسیم. روز. نوروز. بیایید خواندن رو دوام میدهیم. نو، نو، روز، روز، نوروز. و، کو، و، کوه. نوروز و کوه. نومی، نو، می، می. نومی. من، من. نو، نو، روز، روز، نوروز. نام من نوروز.
نامی نامی من من کاوا کاوا نامی من کاوا نو 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 رز رز نو رز و کاوا کاوا آش آش نا آشنا نوروز و کاوا آشنا ان و ور انور نیز آش نا آشنا انور نیز آشنا. اکنون کلمه های زیرین و هجاهای زیرین رو میخونیم. رو شن روشن ان ور انور کو میل کامیل و نه نو لو کو سی زو و خو بچه‌های شیرین، اکنون بر رسم زیرین نظر می اندازیم. در این رسم بر شما هجاهای زیاد پیشنهاد کردند. شما باید که از روی پیوستشوی هجاها یک چند کلمه ها بسازید. اکنون هجای زیرین رو باید در پیوست می سازیم. خب ما می گیریم هجای لا رو. هجای لا رو ما باید از روی رنگش با هجایی که دارای همین رنگ سرخ است پیوست بسازیم و کلمه پیدا می شود. لا لا نو. هجای نو رو اگر گیریم نام. خب شما همین طریق می توانید که یک چند کلمه ها رو بسازید. اکنون کلمه های زیرین رو می خونیم. کوسه شانه لانه لا نام کالون انور و کامیل انور و کامیل انور این کامیل انور این کامیل انور و کامیل آش نه آشنا انور و کامیل آشنا.
کوا کوا و رو رو شن شن روشن نیز نیز osh osh ne o no oshno kova va ravshan niz oshno an var anvar az komil komil kalon kalon انور از کمیل کلان. درسی امروزه ما به آخر رسید. خوشبخت و سربلند باشید.